فرستادمش تایلند. تو الان باباتو بفرستی مثلا بره زیارت. گفت اهل طبیعتم، خیلی طبیعت بکری داره اینا. گفتم نه یه وقت مریض چی؟ گفت مگه آدم با طبیعت مریض میشه اینا؟ 3000. مامانم هم میگفت چرا اینا داری میفرستی تایلند و اینا. گفتم بابا این اصلا سنش بالا، تستوسترون نداره اصلا، خوشه. بعد هیچ این الان مثل ساق طلایی میمونه. بابا ما $3500 هم دادیم به بابامونو. آقا یه روز دوم رفته بود تو این کلاب های امیله آویزون میشن. از $3500 رو سر دخترم جاباش شده بود. یه وایساد گفت جاباش شده. گفتم عروسی. گفت نه تو کلاب. میگم تا هتل بیاده رفت. بعد من یه رفیق دارم تایلند، این تور لیدره. بهش زنگ زدم گفتم من این پول برسون، من برات پول بزن. بعد شبش نمیدونم چیکار کرده بود، اشتباهی به مامانم وایس داده بود که آره جات خالی اینجا. خاطرات آره شروع کرد همه رو گفته بود. برگشت افسردگیش خوب شد، مامانم افسرده شد.